همه انسانایی که شیخ والیوچکی کار میکنن، یعنی تجارت پول، بعد همه انسانا در روسیه یعنی پول میخرن با مقدار $100,000 $50,000 پول میخرن. مثال $100 5000 روسی شود و یا 4800 روبل همین پول میخرن و در ازبکستان $4800 4800 روبل میسپارن. یعنی از همینجا پرسنت بانک 2% کار میکنن از بانک. آیا همین چیز جایز است یا اینکه نه؟ بارک الله فیکم. خرید و فروش های مبلغ جایز است، یگان مشکلی ندارد به شرطی که یدن بید باشد. خیلی که در حدیث صحیح اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن و این اختلفت الاجناس، در روایت و این اختلفت یدن بید، یعنی دلار بدهی دیگه پول به دستت بگیری، دلار دوده دیگه پول بعد از یک هفته میگیرم نه، دلار بدی پول بگیری. به همین شرط کار بکنی جایز است. خرید و فروش کردن دلار و روبل و این و آن به همین خاطر در یک جا قیمت است در یک جا ارزان است، خرید و فروش کردن هیچ ممانعتی ندارد، جایز است. والله اعلم بالصواب.